خب سوال: خوردن، نوشیدن و یا نزدیک شدن جنسی در روزه چند حالت دارن؟ اینال ای میگه 4 حالت دارد. اینال حالت اول چی است که کفاره لازم میشه، حالت دوم تنها قضایی لازم میشه، حالت سوم که هیچ چیز لازم نمیشه و حالت چهارم لازم شدن فدیه هست. اینه کس که روزه را میخوره یا چی میکنه چند حالت داشت؟ 4 حالت. یا ایست که خورد روزه را سرش کفاره هم اومد. در حالت دیگه است که روزه را خورد تنها قضایی هست. در حالت سومی است که هیچ چیز لازم نمیشه و در حالت چهارمش است که فدیه لازم میشه. خب اینا اول بفهمیم که کفاره چی هست. کفاره چی است و چه وقت بالای روزه‌دار کفاره لازم میشه؟ گرفتن روزه 2 ماه پی در پی می باشد و در 3 حالت کفاره لازم میشه. مثلا در حالت 2 ماه روزه پی در پی است، پی در پی و هیچ جزا هست. بالای کی لازم میشه؟ بالای کسی که قصدن بخوره، قصدن بنوشه و یا قصدن با همسر خود جماع بکنه. در این صورت سعی کنین باز مثلا اگر یک نفر جماع نمیکنه به شکل دیگه مثلا بالایش غسل واجب میشه، با سر از این کفاره نیست. متوجه شدین؟ یعنی گفته دقیق این حکم آدم باید بفهم. بعضی کسا حکم درست نمیفهمن. یا قصدن بخوره، مثلا روزه بیاد است میگیره یک گلاس آب مینوشی، روزه بیادش است مثلا میگیره یک چیز را میخوره، یا روزه بیادش است امرای همسر خود جماع میکنه. پس در این صورت چی میشه؟ سر از این کفاره لازم میشه. خب کفاره بر روزه‌دار وقتی واجب میشود که عمدن یعنی قصدن روزه خود را فاسد نماید، مثلا این که جماع کند. کفاره 2 ماه روزه پی در پی خود را میگیرد در صورتی که در این 2 ماه رمضان و روزهایی که روزه در آن منع کرده است نباشد. خب اینال این هم به شرطی که در ماه مبارک رمضان باشد. اگر به گرفتن 2 ماه روزه نیز قادر نبود به 60 مسکین طعام دهد. متوجه شدین؟ اینال کفاره چی هست؟ که یا 2 ماه پی در پی روزه بگیره و اگر توان 2 ماه پی در پی روزه را نداشت باز برای 60 مسکین چی میکنه؟ برای 60 مسکینی باز غذا میده. فقیر محتاج نه برای کسانی که نفقهشان بر او فرض باشد مانند پدر، مادر، همسر یا نه، بلکه برای فقیر و مسکینی که نفقهش بالای از این فرض نیست برای 60 نفر غذا میده. همچنان میشود مقدار طعام را با پول نیست تهیه کند و همچنان میتوان همان مسکین را برای 60 روز تمام کامل طعام داد. طعام شامل نان چاشت، نان شب و نان صبح میگردد. یعنی 60 مسکین باید چی کنی؟ 3 وقت نان بدی. خب سوال: تنها قضایی روزه بدون کفاره چی وقت بالای روزه دار لازم میشه؟ یعنی این خب فهمیدیم که روزه و قضایی و کفاره بالای یک انسان چه وقت لازم میشه کفاره؟ که اینمی 3 کار کرده باشه. اینال در بعضی حالات است که تنها روزه بالایش قضایی میه. هرگاه کسی بدون نزدیک شدن در شرمگاه خود را احتلام کنه، یعنی مثلا بغیر از شرمگاه احتلام در جای دیگه صورت میگیره، یا توسط دست صورت میگیره یا توسط چشم صورت میگیره به دیدن است، یا مثلا به صورت دیگه در صورت که در شرمگاه نباشه، در این صورت اگر این انسان بالایش روزش مشکنه لکن اینمی انسان بالایش چی نیست؟ کفاره نیست. دوم هرگاه بغیر از شرمگاه نزدیکی نماید، مثلا یک نفر به همراه همسر خود نزدیک میشه لکن در شرمگاه نه، در کدام قسمت دیگه بدنش، پس در این صورت هم بالای از این کفاره لازم نمیشه. سوم هرگاه در صورت لمس یا بوسیدن احتلام شده باشه. چهارم نزدیک شدن در شرمگاه بغیر از رمضان. اگه در غیر از رمضان باشه روزه گرفتن نیت کرده باشه با سر از او کفاره لازم نمیشه. پنجم قطره ریختن در بینی و گوش. این حال مثلا یک نفر در بینی و گوش خود قطره ریختن، روزی از چی شد؟ روزش فاسد شد، لکن سر از تنها قضایی است، کفاره نیست. ششم قصدن خود را استفراغ دادن. یک نفر در دهان خود کلک میپرته زور خود استفراغ میده، در این صورت روزی شکست لکن بالای از چی است؟ قضایی همی روزه میگیره لکن سرش کفاره نیست. هفتم تداوی نمودن جراحت شکم و یا در سر و دماغ با دوایی که به شکم و یا دماغ برسد. مثلا یک نفر شکمش زخم داره، این دوا میپرته، این دوا میره داخل وجودش، یا در سرش مثلا زخم داره دوا میپرته، همین دوا میره در داخل وجودش، پس در این صورت هم سرش قضایی لازم میشه لکن کفاره نیست.